گوگل سرچ کنین همش هست. بی‌ناموس، هیچ کی تو رو نشناسه، ما تو رو میشناسیم. من خودم طرفدار رضا تو بودم، طرفدار پادشاهی بودم، همش از تو چیز میکردم، ولی قدم نحست اومد تو این جریان مبارزاتی، واسه همیشه کشیدم کنار. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدم نحست، به خاطر پا گذاشته رو خون تمام جانباختگان راه. تو کثافت یه کاری کردی، تو حرومزاده یه کاری کردی که تمام اونایی که پادشاه‌ها بودن، اونایی که بر ضد جمهوری اسلامی این همه مدت مبارزه کردن، همه رفتن تو آغوش خود جمهوری اسلامی. اینقدر تو کثافتی، حالا اومدی اینجا داری فراخوان داری. ببین یه چیزی بهت بگم، فراخوان تو اینقدر دیگه ارزش نداره. فراخوان تو دیگه ارزش نداره، دیگه کسی بهش بها نمیده. فراخوان تو به درد همه ایرانی خارج از کشور میخوره. کثافت. بهتره تو همینجا یه دولت خارج از، به قول خودت دولت تبعید چی بود، اینا تو تشکیل بدی، همینجا واسه خودت بمونی پادشاهی کنی، کیف کنی. به نظر من این کارو بکنی خیلی بهتره. ولی تو مردم ایران دیگه همین، چرا تو ارزه نداری؟ چرا اگه راست میگی، اگه شرف داری، اگه بی‌ناموس نیستی، میای از این به بعد یه فراخوان میدی واسه این مردم ایران. ببین کسی تو رو به آدم دیگه حساب میکنه. همه میدونن عامل قتل این 40-50 هزار نفر داخل ایران درست جمهوری اسلامی بوده، ولی مسبب اصلیش تو بودی و تو باید محاکمه بشی. تو رضا پهلوی بیشرف، تو و تمام طرفداران حرومزادت که میان اونجا نمیدونم میگن به زور یه موبایل گرفتن تو دستشون، توی یه جمعیت مردم دارن مرگ بر دیکتاتور و مردم دارن از گشنگی و از انقلاب دلار و از گرونی و از این چیزا دارن حرف میزنن. تو حرومزاده 4 نفر اونجا قبلش که من گفتی به همه گفتی، قبلش تو روی رسانه گفتی ما یه گروه‌های تشکیل دادیم، یه گروه‌های 3 تا 5 نفره، 4 تا 5 نفره، چقدره؟ گروه گارد جاویدان. خب مشخصه یکی اونجا برداره بگه 2 نفر من میتونم برم اونجا 2 نفر دور بر خودم بیارم بگم جاوید شاش، بعد اون موقع بفرستم داخل ایران اینطور آشغال، داخل رسانه‌های من حرامزاده من و تو اونجا بخوان تبلیغت کنن. بیشرف، تو بهتر همین داخل همین اروپا و آمریکا بپوسی بمیری، ولی دیگه هیچ وقت قدم تو ایران نخواهی گذاشت. اینو مطمئن باش.